یه فیلمیه که حتما دیدین، نیمه شب در پاریس. شخصیت این فیلم خیلی دلش میخواد که برگرده به پاریس اوایل قرن 20، چون اوایل قرن 20 تمام بزرگان و چهره های تابناک قرن 20 خیلیشون تو پاریس جمع بودن. همینگوی بوده، نمیدونم پیکاسو بوده، گرترود استاین بوده و این آرزوشه که با اینا مواجه بشه و در نیمه شبی سوار ماشینی میشه و میره به پاریس اوایل قرن 20. اونجا وقتی اونا رو میبینه میبینه که اینا همشون دلشون میخواد برن به اواخر قرن 19، جایی که مثلا گوگن و ونگوگ و سزان و اینا هستن. میره اونجا و میبینه که اونا حالا همشون دلشون میخواد که برن به دوره رنسانس. انگار آدمیزاد همیشه از وضعیت موجودش دلایلی داره برای نارضایتی.